کنم یکی از همین کوچه‌های سمت چپه ها. یکم آروم برو. کوچه لاله بود؟ نه اینجا نوشته لیلا. کوچه لیلا. اون آشون کوچه لیلا سمت چپ. ببین سمت چپ. نگه دار پلاک 25 دیگه. مامان جون نمیخوای پیاده شی؟ بفرمایید اینم اون یکی اتاقشه. این خونه قدیمیه دیگه؟ بله قدیمیه. بفرمایید حالو ببینید. از ساعت 9 تا 1 ظهر نور میفته تو خونه. بعد خورشید میره پشت اون ساختمون بزرگی. طرف های ساعت 2 پسرم طرف های ساعت 2 تا 2:30 دوباره نور دارید تا غروب. ببخشید سعی نکن نمیشه. شما بخواهم بدون به من درستش کنم. بفرمایید. خیلی بده نه؟ نه خیلی هم خوبه. میدونی که من عاشق خونه‌های پرنورم. کجاش خوبه ناهید؟ همه چی در به داغون زبار همه چی در رفته. خب عوضش اجاره‌ش هم مناسبه دیگه. بچه برو کنار سر راوان هستا. دوست داشتم خونه جدیدمون مثل خونه قبلیمون حیاتش بزرگ باشه، پر از گلای صورتی و قرمز با یه عالمه بچه همسن خودم. اون وقت دیگه به الویرا و سالو و امیرم حسودیم نمیشد. حتما اونا الان دارن تو حیات با هم بازی میکنن. نه حرفی نزده هنوز. یه لحظه گوشی. بابا جان به جایی که اینجا بایستی به من نگاه بکنی بی بالا کمک موبایل بکن. بودو موبایل قربونت برم. الو. نه در مورد پول حرفی نزده. بریم بذار کارگریم تموم بشه به زنگ. خدا وای به حالت اگه بگی منو بگی. تو دیوونی؟ خدا اگه این دفعه برم دیگه بر نمیگردم ها. باز کن باز کن. سلام.
اینجا چقدر ترسناکه. دلم برای شادی میسوزه. بیچاره باید تو چه خونه‌ای به دنیا بیاد. دیدی مامان امیر بهم چی داد؟ قشنگه. به مامانم نگفتم که امیر و سارا و المیرا به من چی دادم. اینجا رو دوست داری؟ نه. پس اتاق شادی کجاست؟ آخه اسمم براش انتخاب کردی؟ مامان جون تو اتاق تو میخوابه دیگه. تو خواهر بزرگی، باید مواظبش باشی. خانم اینجا بگذارم. آقا بذارین اون طرف لطفا، بین اون ور. حالا کجا بدم که مامانم نبینتت؟ بکردم خفه شدی. داشتی چیکار میکردی؟ اتاق شما اون یکی اتاقه. در ضمن یه خبرم میخوام رو دیوار اتاقت یه نقاشی خیلی خوشگل بکشم. فقط باید بذاری هر نقاشی که خودم دوستشم بکشی. چی شد؟ آقا یواشتر چه خبره؟ تقصیر ما نبود. ای بابا دارت خوبه؟ خوب؟ این چیه؟ قرار نبود مامان اینطوری بفهمه که بچه ها به من یادگار چی دادن. فقط همینو کم داشتم. مامان خواهش میکنم. شما باید قبلش به ما میگفتی. آخه اگه قبول نمیکردی چی؟ یعنی چی؟ اون قراره با ما زندگی کنه، پس نظر ما رو باید میپرسیدی. مامان مامان بی مامان، تو نه یه خورده شیشه میره تو پات. همین که گفتم فردا اونو میدی بابات که ببره پسش بده. این فقط یه یادگاریه. دوستان بهم اینو دادن که حداقل روزان به یکی حرف بزنم تنها نباشم. دستم چرا میخواد خونه رو عوض کنید؟ از من سوال نکردین. شهرزاد خانم اینو کجا ببریم؟ ببرین آقا توی اتاق اون گوشه بذاریم. شهرزاد مامان جان اگه بخوای میتونی نگهش داری. همش تقصیر من بود. من نباید میگفتم که بابای المیراتی گفته. نه تقصیر تو نبود مامان جان. اگه تقصیر من نبود المیرا نمیگفت که همش تقصیر توه. حالا مگه اینجا خیلی بده؟ خونه جدید، خواهر کوچولوی جدید، تازه کی میدونه شاید هم یه عالمه دوست جدید پیدا کنی. خیلی هیجان انگیزه مامان. ولی من از همه الان دلم واسه سارا و المیرا خیلی تنگ شده، مخصوصا امیر. میدونم مامان جون، ولی چاره ای نیست دیگه. میگم حالا یه دقیقه برو این پنجره رو وا کن، هوا این اتاق یه ذره عوض شه. خب من اینجا دوست ندارم. همیشه که نمیشه همه چیز مطابق میل تو باشه. ناهی؟ بله ناهی؟ بله. بیا چی شده؟ مهندس وادی از کارم خوشش بود. خدا کنه که اون برده. پس یعنی امیر راست میگفت که ما کم پول شدیم؟ فرهاد میگم که تو بیا برون کارهای خودت انجام بدی که فردا باید تحصیلشون بدی. نگران نباش، همونش میکنم عزیزم. نهایت قرار شد که مبلا هم اونجا بمونه، قفسه بره اون برها. نه دیگه قرار شد مبله بده این طرف، قفسه رو ببری اون طرف. بابا چرا مخفیگاه همو خراب کردی؟
میشه که اینجا نشستی داری بازی میکنی باید یه ذره به مامانت کمک کن. می‌بینی حالش بده. این نشسته این میگی بابا. ناره جان بشین. کار دیگه تعطیل، استراحت، رنگ روتن پریده. باشه. چی شد ماما؟ اینا چیه؟ اینا همه اسباب بازی بچگی توه. یعنی اینا همش واسه من بود؟ آره دیگه، همه رو برات نگه داشتم. دوستشون داری؟ حالا اینا رو میخوای بدی به شادی؟ نه، اگه تو نخوای نمیدم. باشه بده، فقط اینو با این برام نگه دار. باشه نگهش دارم. وقتی شادی بیاد تو دیگه تنها نیستی مامان. میگم این چمدونه رو پیدا کن، لباساتو برای فردا میخوای به جلسه ها. امروز چیکارو کردی؟ وای نمیدونی بابای امیر یه بازی کامپیوتری براش گرفت خیلی باحال. امروز همش با اون بازی کرد. تو حیاتم رفتی؟ نه خونه جدیدتون حیات داره؟ آره. بچه هم داره؟ نمیدونم. شهر به بابات بگو این بازیه رو برات بگیره که اصلا دلت نمیخواد از خونه بیرون بری. اما من دلم واسه خونمون مخصوصا شما تنگ شده. بابا میگه دیگه اونجا خونه شما نیست. نه خیرم هست. فرهاد تلفن رو ندیدی؟ میگم تلفن رو ندیدی؟ باید قطع کنم بعدم بهش زنگ بزنم. کار یواشکی داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. داشتیم؟ نه نداشتیم. پس چی؟ نداشتیم. بله؟ با شما نیستیم کارتو بکن. نداشتیم پس. دیر شد نمیرسی. اینا رو بریش کن. ساعت چند؟ دیرشون نمیدونم. بالاخره بیدار شدی مامان جان. سلام. سلام بابایی. صبح قشنگی بخیر. فرهاد بول نشی اصلا. خب قراردادتو میبندی نگران نباش. خداحافظ. خداحافظ. بابایی من نیستم به مامانت کمک میکن. چشم. آفرین. برو دیگه. خداحافظ. فرهاد وقتی که مامان خونه رو جارو بزنه یا توش غذا بپزه کیفتو ببر. یعنی اینکه ما توی خونه موندنی شدیم. قبل از صبحانه صورتو نشستی؟ مامان این چیه؟ بابات برات گرفته. چه؟ خب حالا برو صورتو بشور مامان جون. آفرین. خب مامان
مامان جان اونجا که جای صورت شستن نیست عزیز دلم. ببین چی کار کردی اونجا رو. من میرم تو حیاط بازی. شهرزاد جان مامان بیا لاغر صبحونت رو بخور عزیزم. که امروز که بابا خونه صداش در خیلی نمیکشم. میخوام برم بیرون یه ذره مغزم هوا بخوره. امروز نمیشه بری، فردا برو. اصلا ببینم چرا دیروز که عروسی نوه‌عمویی بابات بود نیومدی بابا بریم مغزت هوا بخوره. هی درس دارم برو تو. حواست کجاست خانم کوچولو؟ ببخشید. اسمت چیه؟ شهرزاد. دختر همسایه جدیدمون هستی؟ بله. دستت درد نکنه. به مامان سینام سلام برسون. چشم. خداحافظ. بچه تر که بودم از لبو بدم میومد. اون وقت بابام یه روز برام لبو خرید. بهم گفت تو که هنوز لبو نخوردی چجوری ازش بدت میاد. منم خوردم. دیدم خیلی هم بد نیست. شاید زندگی توی خونه مثل این لبوه باشه. اگه این خونه مثل لبو باشه باید اول ببینم ازش خوشم میاد یا نه. خوب کردی؟ خوب شما رو تو نمیری؟ بایستا ببینم ات میگم بایستا حق نداری بری بایستا آخه چرا نمیتونم برم بیرون؟ میزنم تو دهنتا. رو حرف من حرف نزن. برو به تمک درستو بخون. تو رو خدا قلبت ضعیف اینقدر خودت هرس دادی خودتو بیمار چی دیگه نه هرس بابا تو در نیار. نمیخوام. مگه اصلی گیر آوردین؟ برگرد. بهت میگم برگرد. بچه تربیت کردی؟ برگرده. میدونم باش چی کار کنم. همین حرفات به این روز هم امراه. فهمیدی یا نه؟ اگه فکر کردی که میذارم بره هنرستان کار خوندی. واسه باید دکتر بشه. میفهمی یا نه؟ مامان جون. مامان. شهرزاد قربون تو برم اگه صدای منو میشنفه پاتونو تکون بدی. نایت خانم میتونه رچی یا نه؟ نه نمیتونی. مامانم چشاشو بسته. چیزی نیست. فقط گوش بده ببین دختر جون چی میگم. رفتی تو هر کاری که گفتم میکنی. خب برو ببینم. بالش ملافه بیار ببینم. تلفنتون کجاست؟ شهرزاد جان تو برو تو خونه ما زود برمیگردیم.
باشه بابایی تو برو تو. نه بابا منم میام. بابایی برو تو من میام. برو برم برو تو. شهرزاد چند سالته؟ هنوز 6 سالم نشده. منم یه نوه دارم همسن و سال تو. اسمش علیه. عکسش اونجاست، برو نگاه کن. تو منو یاد اون میندازی. اینجا نیستن، تو کیش زندگی میکنن. اگه بدونی چقدر دلم براش تنگ شده. بتادینو کجا گذاشتم؟ ببینم دستو. اوه. نگران حال مامانت هم نباش. خوب میشه خانم. همش تقصیر منه. اصلا کمکش نکردم. گذاشتم همه کارا رو خودش انجام بده. حالش خوب نشه چی؟ خوب میشه عزیز دلم. خوب میشه قربونت برم. تو قصه نخور. خب اصلا بده ببینم این پیرنت چجوری شده. اوه بعد پاره شده. 1000 دفعه به این آقای رضایی میگم این خرت پرتا رو تو گوشه حیاط جمع کن. گوش نمیده که. مثلا مدیر ساختمونه. بفرمایید خانم خوشگله. بده ببینم. بده من. بخور دیگه زود باش. چشم. من هر وقت نگرانم یه لیوان شیر گرم میخورم. خیلی خوبه. شیرینی هم بخور. خوشمزه است؟ بله خیلی. خودم درست کردم. حالا شاید یه روزی به تو هم یاد دادم که از اینا درست کنی. خیلی سخت نیست. به دختر خودم هم وقتی سن و سال تو بود یاد دادم. الو فریبا سلام. چه خبر؟ چی؟ ولش کردن؟ خب دادگاهش که بهش گفتی بود؟ من هیچ وقت مادر بزرگمو ندیدم. همیشه دلم میخواست منم مثل المیرا و امیر مادر بزرگ داشته باشم. نمیدونم چرا اینو به خانم جاوید نگفتم. شاید اون روزی که بخواد بهم یاد بده چجوری شیرینی درست کنم بهش بگم. دخترم در باز کن ببین کی. الو. سلام بابا جان. خیش من که مردم از نگران. قربونت برم. خداحافظ. نگران شدی؟ سلام. هر چی زنگ میزدم جواب نمیداد که. وقتی رسیدم مونده بود پشت در. خانم حالشون چطوره؟ خدا رو شکر بهتره. الحمدلله خطر رفع شده. ولی خب باید یه مدتی بیمارستان بمونه. چقدر دیگه مامانم باید اونجا بمونه؟ تا وقتی که خوب بشه. چرا نمی‌فرمایید تو؟ راستش خیلی عجله دارم. شرمنده زحمت دختر ما افتاد رو دوش شما.
اختیار دارین. این نوه خودم میمونه، پس اجازه بدین لباسشو براتون بیارم. ساعت چنده؟ 10 صبح؟ مگه بعد از ظهر نبود؟ نه من جایی بودم موبایلم آنتن نمیداد. میدونم ولی کاریش نمیتونستم بکنم. موبایلم آنتن نمیده چیکار کنم؟ باشه هلانا مشخصه. هیچ چیز میگی یا خدایا میشه یه کاری کنی که مامانم زودتر خوب بشه؟ میخوام خونه رو مرتب کنم. اینجوری خانم دکتر میفهمی که دیگه کاری نیست که مامانم بخواد انجام بده. بس همین میذار برگرد خونه. داری چیکار میکنی بابایی؟ ظرفا رو میچینم. گلفوری بده قربونه دارم. بذار روی همونا. آفر این اگر یه دونه بابایی اون ظرف رو به من بده از اونجا. بله خواهرم یه کاریش بکن دیگه. بابا نیست. من دست تنها که نمیتونم. یه لحظه گوشی. بابا دیشب جلوبارو همونجا در آوردم. خب یکی دیگه بپوش. همشون کثیفن خب. نه نیازی نیست. من خودم یه کاریش کنم. نه تا باش. شما هم سلام خیلی برسید. خدا حافظ. عمه مریم هم نمیتونه بیاد. چیکار کنیم؟ بابا من که بزرگ شدم دیگه میتونم خونه تنها بمونم. نه بابا اونجوری که نمیشه. بابا چی؟ نه خانم من طراحی آخر براتون ایمیل کردم. یعنی چی؟ خانم من چند بار باید اسمشو بگم؟ اسمش عمران 4. من نمیتونم دو کلمه با شما چی میگم؟ بگردی بگید کجاست؟ فریبا وایسا. چیه ماما؟ چی میگی؟ چه میدونستی میخواد کلاهبرداری کنه؟ دوست چند ساله سعید بود. گفت میخواد یه مقدار جنس واریز کنه همین. من که بهت گفته بودم اصلا شما چه احتیاجی به این پول داشتین؟ یکم بریز به باجتون رو کم کنید به فکر این بچه باشید. اتفاقا به فکر آینده اون بچه بودیم. این بچه ها از مشکلاتت فرار کن. برو. اصلا برای چی اومدی پیش من؟ اشتباه کردم. فریبا یه دقیقه برو تا ببین چی میگم. فریبا سلام علیکم. سلام. موش خلبان، موزه هوافضا. بچه ها همه با هم اینجا بیاین.
تا حالا ما اشیای زیادی را از تاریخ هوانوردی در اینجا دیدیم، اما من بهترینش رو برای مرحله آخر گذاشتم. کمی خنده داره چون این در زمان خودش بزرگترین بوده. زمانی بود که تنها هرچگان قدرت پرواز سلام، کجایی تو؟ برادران رایت اومدن. من نمی‌فهمم این کار بی خود چی میکنی؟ ها؟ آره یه دقیقه صبر کن. مادر جون من که بعد تو رو نمیخوام. اینقدر خوشم میاد علی مادر بزرگش عزیز صدا میکنه. بیا. منم میخوام از این به بعد خانم جاوید رو عزیز صدا کنم. مامان علی رفت. چه خوب که علی رو با خودش نبرد. دوست دارم وقتی که شادی میاد حیات پر از گل باشه. این چیه؟ واسه ماما یه نقاشی کشیدم. بابا جونه بابایی. پس کی حیات درست میشه؟ خیلی زود. بابا هر کاری کردم نتونستم با علی دوست شم. خب من اگه جای تو بودم سعی میکردم بفهمم که علی چی دوست داره. مثلا شاید براش یه کاردستی خوشگل درست میکردم بهش میدادم، اون وقت قطعا علی با هم دوست میشد. بیا بابایی. بلند شو. شوخی کردم ننداختمش. بلند شو. میشه لکی منو نخوری؟
چیکار میکنی؟ هیچی. بهتری؟ آره. لاکی کجاست؟ لاکی دست دوستته. ترسید بیاد تو. علی؟ چرا لاکی رو دادیم به اون؟ حالا چجوری پسش بگیرم؟ اون بیرون منتظر نشسته که پست بده. من برای اون یه قایق درست کردم ولی اون میخواست لاکی منو بندازتش پایین. حتما میخواسته باید شوخی کنه. نمیشه شما وسایلمو ازش پس بگیرید؟ میخواستم ازش پس بگیرم. گفت فقط میدم به خودش. این مال منه؟ آره مال توه. من اگه جای تو باشم میبخشمش. اینم مال اونه. فکر میکردم شما آدم ترسناکی هستی. حالا هستم؟ خوب شدی؟ آره. بیا بگیرش. دیگه با هم دوستی؟ باشه، فقط به شرط اینکه دیگه لاکیمو نترس. باشه قول میدم. بیا بریم. وایسا. اینجا بزن. اسم من شهرزاد. ممنون. از اینکه نخوردمت. اسم منم شهاب عطاییه. میتونی عمو شهاب صدام کنی. فکر کنم ببخشمش. بادکنک کشیده داره؟ چشم. بابا اینقدر سرتو خم نکن بابایی. آخه دارم چیز می نویسم. بله میدونم دارید خاطراتتون رو می نویسید. بله. ما بالاخره نفهمیدیم بابایی تو با این علی دوست شدی یا نه؟ فکر میکنم آره. آفرین. بابایی جون بابایی میشه به مامان نگه من امروز حالم بد شده؟ چرا؟ آخه فکر میکنم من آسمم خوب شده. باش. مطمئنی رفتی تو موتورخونه؟ آره بابا خودم دیدم. خب پس بیا بریم. نه تو برو، من میترسم. چرا؟ آخه تاریکه. خب پس من خودم تنهایی میرم. علی داره چی کار میکنه؟ فکر کنم داره نقاشی میکنه. علی بیا اینجا
شما اینجا چیکار میکنی؟ وای به حالتون اگه به کسی بگی من اینجا چیکار میکنم. مگه نقاشی کشیدن کار بدیه؟ اون دیگه به شما ربطی نداره. همین که گفتم نمیخوام کسی بدونه. چی میشه ما نقاشی های تو رو ببینیم؟ خیلی قشنگه. حالا چرا اینا رو اینجا میذاری؟ بابا نقاشی هم خوشش نمیاد. اینو میدی من؟ این هم مالته. باش. علی ببین خود رو به این چی دار. چقدر قشنگه. اینا واسه کی هست؟ به اونا دست نزن. اونا واسه بچه های عمو شهابه. پویا و مینا. ما هم بازی هم بودیم. انقدر با هم بازی میکردیم. اون موقع اینجا مخفیگاهمون بود ولی الان مخفیگاه من. الان کجا؟ علی چی کار کردی؟ من خوبم. اون موقع حیات اینجوری نبود. انقدر گل توش بود. ما با همین توپه کلی با هم وسطی بازی میکردیم. خیلی خوش میگذشت. پس چرا الان حیات این شکلیه؟ نمیدونم. حالا میخواین سوار اسب بشین یا نه؟ میخوایم. من و پویا با مینا هر وقت سوار اسب میشدیم فکر میکردیم دور دنیا رو میگردیم. دوست داری کجا بریم؟ دور دنیا. خب پس بریم. پس رفتیم. ما واقعا یه دور دنیا زدیم. خیلی خوش گذشت. علی اون ماجیک قرمز رو میدی؟ چقدر ساعتت قشنگه. بابام برام جایزه خریده. واسه چی؟ من فوتبالیست خوبی بودم. بزرگ شدی هم میخوای فوتبالیست بشی؟ آره. تو چی؟ من میخوام نویسنده بشم. از الان تو این مینویسم. مگه سواد داری؟ فعلا با خط اختراعی خودم مینویسم. بعدن که سواددار شدم واقعی مینویسم. چرا خطت قشنگه؟ من انقدر نویسنده ها رو دوست دارم. یعنی مامانم میاد دنبالم؟ بله نگفتم چقدر خوشحالم که مامانشونو با خودش نبرده. ولی از ته دل میخوام که مامانش بیاد دنبالش. چی میگی؟ معلومه که مامانت میاد دنبالت. بچه ها پاشین که نهار حاضره. خوبه؟ خوبه. میگم نقاشی خسرو خوبه ها. آره خوبه. خسرو دوست داره نقاش بشه اما باباش نمیذاره. چرا؟ چون که میگه تو باید دکتر بشی. بیچاره کی؟ باباش یا خودش؟ معلومه خودش. خونمون حالش چطوره؟ بابا اونجا رو به یه خانواده دیگه اجارش داده. حالا دیگه مال اونا شده. بچم دارم؟ آره 3 تا 2 تا پسر یه دختر. کلی با هم دوست شدیم. تو چی؟ به ما هم خیلی خوش میگذره. منم کلی دوست پیدا کردم. بنداز دیگه. چقدر لفتش میدی؟ دارم نشونه گیری میکنم. اخ
مرسی. حالا نوبت من. سلام بچه، چیکار میکنی؟ داریم لیلی بازی میکنیم. خب میان کمکم اینو ببریم برای عمو شهاب. در بزن دیگه. تو در بزن. کیسه ها رو بزن اینجا، خودش برمیداره. من رفتم. کجا؟ حالا چرا خودت در نمیزنی؟ آخه منو میبینه ناراحت میشه. چرا؟ نمیدونم، شاید یاد بچه‌هاش میفته. بچه‌هاش کجان؟ سلام. بچه ممنون که کیسه ها رو آوردیم. ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ بله بپرس. شما کی هستین؟ خواهر عمو شهابم. بعضی وقتا هم میام اینجا بهش سر میزنم. شما میتونین شیوا صدام کنین. من دوستای عمو شهابی. نگفته بود دوستای جدید پیدا کرده؟ یادش رفته بود. خودش کجاست؟ حمومه. الان میاد. عمو شهاب چی مینویسه؟ خیلی وقته که هیچی، ولی قبلا کلی کتاب نوشته. مثل توه. چه خوب که عمو شهاب نویسنده است. ما مثل همین. اون عمو شهابه؟ آره. اونا چیه؟ بچه ها و همسرشن. بچه ها با آب میوه‌تون شیرینی هم میخوری؟ نه. پس الان کجا؟ رفتن پیش خدا. یعنی مردن؟ آره، توی تصادم. اونا نمردن بچه، اونا زنده. اونا نمردن. اینو تو گوشت فرو کن. تو رو خدا دوباره شروع نکن. من دوباره شروع نکنم؟ این تویی که همیشه شروع میکنی. تو اگه حالت خوب بود دوباره نمیرفتی این ماسک پویا رو از پایین برداری بیاری بالا. این عروسکای مینا اینجا چی کار میکنه؟ اینا چیه به در دیوار آویزون کرده؟ تو راست میگی. تو میخوای من چی رو قبول کنم ها؟ فکر کن قبول کردم. برو به اون پزشک روانیت بگو برادر من قبول کرد، با مشکلات مواجه شد، از مرحله این کار رد شد. بلند شو برو بگو. بعد مینا و پویا دیگه خسرو هم تو حیاط نیومد. همش یه گوشه میشست و نقاشی میکشید. یهو حیاط سوت و کور شد. دیگه هیچکی دل و دماغ رسیدگی به حیاطو نداشت. واسه همینه که همین شکلی شد که میبینی. عزیز اون وسایل تو حیاط مال کیه؟ مال آقای یاریه، سرایدار قبلی ساختمون. گفت میام میبرم، ولی نمیدونم چرا هنوز نیومده. تون بهم زنگ بزن، پس من گوشیمو میدم به عزیز. بزنم. الو سلام ماما، چطوری؟ میای به این مخفیگاهمون؟ بگی. میخوام بهت یه رازی بگم. بگو. من فکر میکنم تو این خونه هیچکی خوشحال نیست. شاید هم این خونه رو دوست نداره، واسه همین نمیذار که مامانم برگرده. شاید، ولی من اینجا رو دوست دارم و با تو برم خوش میگذره. اما تو که همیشه اینجا نیستی، میری. با این هستم بیا پیشم. باشه میام. هر جور که حساب میکنم میبینم دیوار اتاق مامانم توی بیمارستان دیگه جا نداره. من تقریبا هر روز براش نقاشی فرستادم.
پس اون دیوار باید پر از نقاشی شده باشه. فکر کنم این بار براش نامه بنویسم بهتر باشه. سلام مامان، حالم خوبه. من و بابا همه خونه رو چیدیم. پس چرا بر نمیگردی؟ بابا میگفت به خاطر شادی بیشتر نگه داشتن. فکر کنم شادی دوست نداره بیاد تو این خونه. دلم برات تنگ شده. خیلی دوست دارم. شهرزاد، بله. الان با مامان تلفنی صحبت کردم. خب دکترش گفته که فردا میتونه مرخص بشه. نه ببین، اصلا قرار ما این قرار نبوده من امروز بیام شرکت. بله من گفتم بخاطر اینکه اصلا من به فرض بخوام بیام الان 1 ساعت طول میکشه بخوام برسم اونجا. بله من گفتم خانمم امروز مرخص میشه، باید برم بیمارستان دنبالش. من نمیتونم. ولی نقشه آماده است؟ بله که آماده است. خیلی امروز بعد از ظهر. شهرزاد بابایی من یه سر باید برم شرکت، بعد برمیگردم که با هم بریم بیمارستان. بابا آخه هنوز که اینجا مرتب نشده. یه دقیقه با هم مرتبش میکنیم، نگران نباش. به خانم جاویدم گفتم بهتون سر بزنه، اینم کلید. باشه بابایی، فقط زود برگرد. چشم، خداحافظ. عزیز دستتون درد نکنه، مامانم خیلی سوپ دوست داره. زیاد درست کردم که برای شبشم بمونه. الو سلام. نه نیستم، سر کار. بله بهشون میگم. کار دخترته، خواد توش گل بکنه. سلام آرزایی. چه جالب، اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم. بین مامانشه تا یه کاری رو تموم نکنه خیالش راحت نمیشه. حال خانومتون چطوره؟ خدا رو شکر خطر رفت شد. شما چرا اینجا نشستی؟ چی بگم؟ امروز سر باغچه با خسرو دعوام شد. همش بازی گوشی میکنه، لجبازه. بهش گفتم برو سر درست، گفت خوندم. بهش گفتم اون خوندنت به درد خودت میخوره. بعد دوباره دعوامون شد. اونم رفته، هنوز بر نگشته. نگرانشم. نگران نباشی، خسرو دیگه ماشاءالله بزرگ شده،
برمیگرده. چی کارش کنم؟ با این کاراش آیندهشو خراب میکنه. مرزاییم، من فکر میکنم باید بذارین خسرو خودش راه خودش رو انتخاب کنه. ممکنه نتونه یه دکتر بشه، ولی مطمئناً میتونه یه هنرمند خوب بشه. اینم که ثابت کرده. اون الان حمایت میخواد، حمایت جدی شما رو. مامان کی برمیگردی؟ یعنی کی؟ ناممو خوندی؟ نه هنوز بابا وقت نکرده جوابشو برام بخونه. به شادی سلام برسون. دوست دارم. خداحافظ. من گوشی ها میدم بابا. باشه. گوشی بابا بیا. برو اون نامه رو از توی کت من بیار بابایی. باش. بله جانم. ببین ناهید جان، اگه لازم باشه شما 100 روزم که شده باید اونجا بمونی تا خوب بشی. من پولشو جور میکنم. تو برای چی نگران پولشی آخه؟ ببین بدترین حالت اینه که من ماشین رو میفروشم. فدای سرت. الانم راحت بگی بخوا. چرا نیوردی بخونمش برات بابایی؟ سلام دخترم، خسته نباشی. مطمئنم خونه رو خیلی قشنگ چیدی. شادی هم حالش خوبه. ما هر دوتامون دلمون میخواد خیلی زود برگردیم خونه. صبح یادت نره صورت خوب بشوری مامانی. میبوسمت. مراقب خودت و بابایی هم باش. بابایی میشه برام شعر یه گل گوشه چمن رو بخونی؟ یک گلی گوشه چمن تازه شکفته. یک گلی گوشه چمن تازه شکفته نه دستم بهش میرسه نه خوش. آقای عطایی سلام. سلام خانم. من داشتم میرفتم بازار گل برای حیات گل بخرم. گفتم شاید شما دوست داشته باشید که بیاید. میگم اگه درست نمیشه میتونیم با تاکسی بریم. منم اگر 3 سال یه جا افتاده بودم به این زودی ها راه نمیافتادم. نگران نباشین درستش.
برداری بیار سواره ارزون فقط 5 تومن قیمت بازار انواع سواره چوبی بابایی شام خوردی؟ بابایی من هنوز بیدارم کاش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم. الان 2 چیزه که به ذهنم رسیده. یکیشون نقاشی که بابام گذاشته روی دیوار اتاقم بکشه. چرا نکشیدم؟ آخه وقت نمیکنه که گرفتاره. خوب بلد کن دخترم. چشم. حالا اون یکیش چیه؟ همون وسایلی که تو حیاته. اون که میتونی به آقای رضایی بگی. میدونی چی میخوای دیوارت بکشی؟ نه هنوز نمیدونه. ماشین بکش. ماشین به درد اتاق تو میخوره که پسری قربونت برن. اینا 2 دخترن. من یه دونه تابلو داره که روش 2 فرشته است. یکیش پسره که بالا شبیه پرنده است، یکیش هم دختره که بالا شبیه پروانه. خیلی قشنگه. خب حالا این تخم مرغا رو بشکنین تو کاسه. اگه این 2 کارو کردم و شادی نیامد چی؟ اگه مامانم بر نگرده چی؟ خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم. این که شیرینی آماده است. ببین ببینم. عزیز به ما گفت اون شیرینی جادویی. باید اول آرزو کنیم و بعد بخوریمشون. برای همین من و علی تا تونستیم شیرینی خوردیم و آرزو کردیم. من که دیگه نمیتونم بخورم. اما من هنوز یه آرزوی دیگه دارم. پس منم این یکی رو میخورم. چقدر شبیه شیرینی شدیم. تو هم همینطور. با علی فکر کردیم حالا که دیگه ما نمیتونیم از اون شیرینی ها بخوریم، بهتره که بدیم بقیه بخورن و آرزو کنن. دست شما درد نکنه. این واسه چیه؟ من آرزویی ندارم. مگه میشه؟ من و شهرزاد اندازه یه سینی شیرینی خوردیم و آرزو کردیم. قدر یه سینی دیگه هم آرزو داریم. خوب فکر کنین، حتما یه آرزویی دارید دیگه. من یه آرزوی بزرگ داشتم ولی هیچ موقع برآورده نشد. چی بود؟
داشتم بعد از تصادف صلاحشم زنده بمونم. عمو شهاب داری گریه میکنی؟ نه. خب من شیرینی میخورم و برای شما آرزو میکنم. علی تو بگو. این ماشین قرمزه که ازش خیلی خوشم میاده بابام برام بخره. خوشمزه؟ خیلی. شهزاد جان تو بگو. من آرزوی من این بود که عمو شهاب دیگه قصه نخوره و خوشحال باشه. باباش فکر پول بیمارستان مامانش رو بده. نه خیرم، چرا به جای من گفتی؟ پولی بیمارستان؟ علی دیگه بهت هیچی نمیگم. شهزاد وایسا. شهزاد وایسا. نه حمید جون، میدونم همه گرفتارم. نه خودم جورش میکنم. قربونت برم. تو لطف داری، تو محبت، قربان تو، خواهش کنم. خدا بابا ای به این لاکیو بردار، حواسم نیست پا میره روشا. هیچیش نمیشه. بابا اینا کجا بوده؟ من و علی با کمک عزیز درست کردیم. آفرین. دیگه داری برای خودت بابای کدبانو میشی یا؟ حالا چرا اخمات تو همه؟ عصبانیم. چرا؟ بابا چرا وقتی قول میدی به قولت عمل نمی کنی؟ چه قولی بابایی؟ رو دیوار اتاقم که نقاشی ها نکشیدی و آقای رضایی هم نگفتی که این وسایل‌ها را تو حیاط برداره. چشم بابایی، چشم، انجام میدم. ولی به خدا یه ذره کارهای مهمتری هم دارم بابایی. بذار اونا رو انجام بدم، یه ذره سرم خلوت بشه. چشم بابایی. چشم. با آقای رضایی زنگ میزنم، روی دیوار اتاقت هم نقاشی رو میکشم. راضی شدی بابایی؟ باید به علی بگم که بابام با بابای خسرو حرف زد. سلام. علیک سلام. علی قایم شدی؟ پس علی کجاست؟ نصف شب مامانش اومد دنبالش. ساعت 5 صبحم رفتم فرودگاه. پس چرا از من خدافزی نکرد؟ آخه صبح خیلی زود بود، نمیشد بیاد در خونتون، ولی عوضش یه چیزی به من داد که بدم بهت. بیا. علی با خط اختراعی خودش برایم یه نامه نوشته بود. یه نامه خیلی خیلی طولانی که فقط نمیتونستم بخونمش. لاکی ببین، علی عکس تو رو کشیده. رفت آرزو کنم که علی بعد از به دنیا اومدن شادی بره کیش. یعنی مامانم قبل از خراب شدن اینا برمیگرده خونه. کاش که میدادم بابا براش ببره.
ببینم. بیا اینم از وسایلای تو حیاط. چیه چرا خوشحال نیستی؟ چرا خوشحالم؟ خسرو من یه سر میرم در مغازه، به مامانت بگو این درم ببند. خداحافظ. چی شده؟ علی رفت. راست میگی کی؟ امروز صبح خیلی زود. چقدر بادکنک. واسه چه همون شب انقدر بادکنک داشت؟ آخه مینا عاشق بادکنک بود. دوست داشت خونه‌شون پر بادکنک باشه. فکر میکرد اینجوری خونه پرواز میکنه. خسرو این از چوبیه فقط دور دنیا میگرده؟ نه میتونه هر جایی که تو دوست داری ببره. سوار شو. حاضری؟ آره. ما واقعا اومدیم بیمارستان پیش مامان. دولت با مرکز. شادی منم شهرزاد. بیداری؟ میخواستم بهت یه چیزی رو بگم. از مامان مراقبت کن. اون خیلی مامان خوبیه. فکر کنم بهترین مامان دنیاست. منم خواهر خوبیم. قول میدم همیشه ازت مراقبت کنم. نه من باید برم. خداحافظ. نیازی نیست. شرفی ببخشید جناب. بیدار شدی؟ داشتم خواب شهرزاد رو میدیدم. بازم ممنون، خیلی لطف کردی. این چه حرفیه؟ شهرزاد هیچ فرقی با علی برام نداره. بفرمایید. شما محبت داری. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ.
شهرزاد فکر میکنم اون دوتا فرشته‌ای که عکسشون رو دیوار اتاقم بود شادی و مامانم رو برام برگردوندن. خدای خوب و مهربونم. از تو هم خیلی ممنونم که آرزوی منو برآورده کردی. حالا دیگه حیاتمون عین همون حیاتی که من میخوام شده. حتی از حیات خونه قبلیمونم قشنگتر. حتما شادی هم دیگه از این خونه خیلی خوشش میاد. فکر میکنم الان دیگه همه تو این ساختمون خوشحالن. عزیز از این که نوش برگشته پیش مامان باباش خوشحاله. خسرو با باباش آشتی کرده. میتونه نقاشی بخونه. بابام از این خوشحاله که یه آدم خوب ناشناس تمام پول بیمارستان مامانمو داده. فکر میکنیم کسی پیدا بشه و بتونه داستان من چاپ کنه؟ بله حتما یکی پیدا میشه. منم شروع کردم به یک کتاب جدید نوشتن. واقعا؟ آره. منم سال دیگه سوادار میتونم کتاب شما رو بخونم. قربونت برم. نه ولی فقط یه نفر میدونست که بابام پول بیمارستان مامانمو نداره بده.